میگن یک شخصی میره پیش کوروش بزرگ و ازش میپرسه که شما که تو این جنگ ها و این نبردها و پیروزی ها این همه غنیمت جنگی و ثروت و مال دنیا و اینها به دست آوردی، چرا انقدر میدی به سربازات؟ چرا انقدر بریز و به پاش میکنی؟ دلیلش چیه؟ کوروش یک حرف بسیار بزرگی میزنه. میگه که اگر من نمیبخشیدم الان ثروت من چقدر بود؟ یارو هم یک عددی میگه، یه رقمی میگه. عددم عدد بزرگی بوده. کوروش یکی از اطرافیانش رو صدا میزنه و ازش میخواد که بره تو شهر و به مردم بگه که کوروش بزرگ برای یک کاری و برای یک امری به مقدار زیادی طلا و ثروت و اینها نیاز داره. این یارو میره این موضوع رو با مردم در میون میذاره و مردم هر چی که دارن رو به پای کوروش بزرگ میریزن. هر چی ثروت داشتن، سکه، طلا، هر چی که داشتن، میان حساب کتاب میکنن، میبینن که مقدار پول و ثروتی که جمع شده چندین برابر رقم و عددیه که اون شخص به کوروش بزرگ گفته. میگیری داستان چیه؟ میگیری اصلا منظورم چیه؟ ببین هر کی باشی، هر چی باشی، در آخر این اعتمادی که همه چی واسط میسازه. این موضوع فقط در رابطه با کوروش بزرگ و تاریخ و اینها نیست. قانون اول موفقیت در هر چیزیه. شما به دید کسب و کار نگاه کن، شما به دید رابطه نگاه کن، به هر دیدی نگاه کنی، قانون اول اعتماده. یاد کوروش بزرگ گرامی. این تابلو رو من قلبا برای کوروش بزرگ ساختم. از تعداد زیادی پیچ و میخ و اینها از توش استفاده کردم. بریم با هم ببینیم.